مکتوب دوستان بنیاد ما نورافشان است. تیره و تاریک همچون کلبه بی‌روزن است. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما بود حاضرین گرامی. قدم‌های شما را به این بارگاه علم و دانش خیر مقدم نوری دیده می‌گویم. چطوری که به همگان معلوم است همه ساله در سرتاسر جمهوری عزیزمان فستیوال آزمون جمهوری هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان با تمتنه قید کرده می شود. طبق نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی گردیده TCN برنامه دولتی رشد مؤسسه های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 کتابخانه فیلیال های بچگانه 1 و 4 در همکاری با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 خوانندگان صنف 4 با راهبری آموزگار گلبویوه برای شما امروز یک صفحه ادانه تحت عنوان راهگشای دل کودکان بخشیده به سالگرد ادیبان بچگانه و فستیوال جمهوری هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان را آماده نمودند. و باید قید نمایم که در تمام کتابخانه فیلیال های شهر و دهات و بچگانه شهر سلسله چاره‌بینی ها در طول هفته تهیه و پیشکش خوانندگان گردید. از قبیل نمایش وسیع کتابی تحت عنوان ادیبان صاحب جشن سال، خوانش بلند بخشیده به صدسالگی امینجان شکوهی، شکوه خانی چنین، محفل های شعر و سرود بخشیده به سالگرد ادیبان کودکانه آزاد امینزاده، بابا حاجی، 95 سالگی گلچهره سلیمانوه، صحبت ها از قبیل بیبی جانم می آیند بخشیده به 95 سالگی گلچهره سلیمانوه و این چنین سلسله چاره‌بینی هایی که و سالگرد این ادیبان بخشیده شده است و در این چاره‌بینی ها کودکان ما از اشعار شاعران بچگانه شعرها، گفتارها، صحنه‌چه ها پیشکش می نمایند که این دلیل آن است که خوانندگان ما از ایجادیات ادیبان بچگانه تصورات دارند و ما کتابداران البته فخر می نماییم که همه ساله به کتابخانه های ما تعداد زیادی خوانندگان وارد می شوند و از ادبیات بچگانه برخوردار می شوند. و حالا می خواهم برای شما استراحت خوش تمنا نمایم و صبح ادانه کتابخانه فیلیال های بچگانه 1 و 4 که در همکاری با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 و این چنین مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 با نام تمر اسماعیل و که امروز در چاره‌بینی نیز اشتراک فعالانه دارند همه ساله با ما در همکاری هستند. پیشکی می خواهم این نداری خویش را به این تشکیل کنندگان این چاره‌بینی اظهار نمایم. طبق نقشه چاره‌بینی های طرح ریزی گردیده کتابخانه سیستمی مرکزانیده شده در دایره برنامه دولتی رشد مؤسسه های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 سلسله چاره‌بینی ها از سنه دوم تا 9 اپریل سال 2023 بخشیده به فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار گردید. این نوبت باشد در تالار خوانش کتابخانه مرکزی صبح ادبی تحت عنوان راهگشای عالم کودکان از طرف کتابخانه فیلیال های رقم 1 و 4 در همکاری با خوانندگان صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام رزین، تربیت گیرندگان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 به نام تمر اسماعیل و دایر گردید. در چاره‌بینی کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند راهبری دفتر مطبوعاتی نوراللهیف شیرینشاه، سرمتخصصی بخش فرهنگ کلانوف اکتم، آموزگاران و والدین خوانندگان اشتراک داشتند. خوانندگان فعال کتابخانه از اشعار شاعران صاحب جشن، پارچه‌های شعری، گفتارها، سرود و صحنه‌چه‌ها را پیشکش حاضرین نمودند. دوستان ارجمند و قدردان خوش آمده، بر دیار نورباری تاجیکان خوش آمده، جایتان بر دیده و مهرتان در دل بود، مثل خورشید درخشان جاویدان خوش آمده. ما سلام آورده ایم، ما پیام آورده ایم، بهر شما ای دوستان احترام آورده ایم. بیا ای دوست عید آمد، عجب عیدی سعید آمد، زی هر جانب نوید آمد، خروش دل پدید آمد. مهمان ها السلام، خرد و کلان السلام، محترم مهمان ها بر همتون
بقای ملتی ما، نجات پایدار دولتی ما. اگر صد اجنبی تحریک سازد و ابراق نیابد دولت ما. همه لطف و سخن اندر کتاب است و تاریخ کهن اندر کتاب است. شتاب و هرچی میابی زیبا کن که عمری آدمی اندر کتاب است. میخواهم که تمام کتاب‌های جهان از آن من باشد. همچنین شاهان میخواهند که بهترین شهر و جهانها از آن آنها باشد. کتاب چه سخنی زیباست. بیهوده کتاب را سرچشمه دانش و مشکل کشای همه کارها نمیگویند. در حقیقت کتاب چیزی مقدس است. ببینید عزیزان، کتاب اوستا قرآن کلام شریف چگونه مقدس است؟ هرگاه که زیق شوید و کتاب را آرید، آن را خوانید. فقط کتاب میتواند شما را خوشبختی عطا کند، خرسندی آورد و مصلحتچی و همفکر شما باشد. وقتی که من کتاب میخوانم، گویا پر و باغی برآورم و با بلندی‌ها پرواز میکنم. از بلندی جاها عالم و آدم را درخشان‌تر میتوان دید. کتاب از دور همه گنجی پریشان رسد بر ما زیادساری نیاگان، وگرنه همچو کل زنده در گور بینامند ناتوان و زور و حیران. مادرم گوهره را عزیز میداشت، مقدس میداند و این را چنین شرح میدهد: در گهواره دو گوهر نایاب هست، کودک و کتاب. و همه معلوم است که کتاب برای ما دوستی باوفا، مصلحتگری بی‌منت، رفیقی بی‌غرض، همدم و همصحبت انسان و نهایت ثروتی بی‌بهاست. شخصی که کتاب میخواند سطح دانشش بلند گردیده، نطقش بایش بروی تازه میشود. چه طبیعی که به کلید و خانه‌ای در بسته باعث شدن ممکن نیست. به کتاب هم و باغ علم و معرفت داخل نتوان شد. کلی اشیا می شود آخر خراب، تو فقط جاوید میمانی کتاب. چون مادری زیبایم زیبا و
باعث سرافرازی و خوشنودی است که امروز در چهارمین کتابخانه مرکزی و کتابخانه فیض‌آباد بچگانه رهبر دفتر مطبوعاتی کنگره اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجگان نورالله شیرینشاه و معلم مدیر شعبه تشکیلی مرادزاده مقدونة حضور دارند و مهمانان عزیز شما رو خوش آمدید میگیم و سخن رو بهر تبریکات اهل نشست و نورالله شیرینشاه میدیم. تشکر زیاد. بار دیگر سلام و درود. واقعا در دیار همیشه بهار و از بهار نمونه تاجیکستان که امروز تحت سیاست انسان پرورانه و خویشتن شناسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امام علی الرحمن قرار داریم و همیشه شکرگزار هستیم که چنین پیشوای غمخوار و دلسوز رهبر ما هستند. میخوام سخن ابتدایی را با چند دو بیتی آغاز کنم. خداوند زرافشانم نگه دار، حصار و ملک ختلانم نگه دار، همه عالم به چنگ فتنه افتاد، خدایا تاجیکستانم نگه دار. واقعا امروز در این چهاربینی که کودکان و نورسان شعرها میخوانند و چکامه و ترانه میخوانند، دل یک کس را به انعکاس میکشد. واقعا باعث خوشنودی است که امروز سیاست پیشگرفته حکومت و دولت نسبت جوانان و نسبت تربیت جوانان در راه خودشناسی ملی به درجه معین آورده رسانیده است که واقعا در عرفیت میگویند که تربیت کودک یعنی که تعلیم و تربیت کودک این حال نیست که اگر این بهار نگرفت بهار دیگر باز نشانه. باید ما دست جمعانه پدر و مادران بهر آبادی تاجیکستان، بهر در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و تاریخ و تمدن خلقمان را دانستن، باید با کودکای خود، با فرزندکای دسترویی که خود شعر و ترانه ها اذیت کنیم و آنها را در روحیه خویشتن شناسی ملی تربیت کنیم. صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در بخارا تولد شده است. پدر او سعید مراد خواجه خود صاحب خط و سواد بود. او کوشش میکرد که فرزندانش نیز صاحب خط و سواد باشند. او با اثرهای بیزوال خویش آدینه، مرد سودخور، داخونده، جلادان بخارا، مکتب کهنه، یادداشتها شهرت جهانی پیدا کرده است. صدرالدین عینی 15 ایولی سال 1954 در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی الرحمن 8 سپتامبر سال 1997 صدرالدین عینی به عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. شاعره آزاد امینزاده 1 اکتبر سال 1933 در شهر خوجند در خانواده شاعر محی‌الدین امینزاده به دنیا آمده است. وی سال 1965 به عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. معلومات‌های ایجادی کتاب‌های شاعره سطرهای نخستین با یاد تو، چشم بیدار، دلبر صحرا، پیرهن سبز، سپس یاد شیرین، نسبت گلازه و زیلان ترپینگا مقبولی همگردید. شاعره آزاد امینزاده 7 ایلول سال 2009 از عالم چشم پوشیده است. اکابر شریفی 8 فوریه سال 1928 در دهه وردوچی ناحیه غربی رشت حاضره به دنیا آمده است. برای بچگان ایجاد میکرد. سال 1959 نرگس به مکتب میرفت. سال 1963 امکی می‌نویسد. سال 1965 افسانه خلیق الله افسانه می‌نویسد. از سالهای 1962 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. 14 آگوست سال 2007 از عالم چشم پوشید. امینجان شکوهی 10 سال 1923 در دهه رومانی ناحیه خوجند در عائله دهقان کمبغل به دنیا آمده است. شعرهای اولین امینجان شکوهی سال 1942 در روزنامه ولایتی استخان‌آبچی چاپ شده است. مجموع اولین شعرهای او سرود چشمسار، وطن صلح، روزهای ما، صدای دل، مجموع شعرهای نفس گرم، تبسم تو، امینجان شکوهی 17 می سال 1979 از عالم گذشته است.
بابا حاجی یکمی می سال 1928 در دهه باهوتی ناحیه عینی تولد شده است. او خط کرده اینستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه بوده در روزنامه‌های کامساماری تاجیکستان سوویتی و مشعل، محرر کلان کمیته دولتی رادیو و تلویزیون، محرر کلان در مؤسسه‌های نشریه عرفان، معارف و ادب فعالیت نموده است. شعر اولینش سال 1949 به طبع رسیده است. اثرهای او اظهار محبت، گل خورشید، شکوفه‌های چمن، پیمانه، دوری یتیم، آبیله دل، گل شام و سحر و سایبان سر می باشد. بابا حاجی سال 2016 در شهر دوشنبه وفات کرده است. داده است این زیبا وطن راه سعادت را نشان، بر نوبهار عمر ما هرگز نشاید خزان. هر روز ما خواهیم اگر با شادمانی بگذرد، بعد که با کار و جدل اندر امانی بگذرد. ای کاش که تا ابد نمیرد مادر، یا هستی جاویدان بگیرد مادر. مهر است سراسر وجودش تا هست، ای کاش که پایان نپذیرد مادر. چون مهر بزرگ و به نشانی مادر، آرام دل و عزیز جانی مادر. شعر بابا حاجی قیمت‌تر از وطن نیست چیزی برای عالم، راحت به جان و تن نیست برای آن یگان دم. فرمود که گنج ریزش آزاد پا گذاریم، در دامنی عزیزش افج و برار داریم. شعر بابا حاجی ذکر دین من همیشه یادی وطن است، اوراد زبان من کلامی وطن است. من واصف عشق وطنی محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. شعر از میرسعید شکر اگر نمی بود خواهرم گلنار، نمی خستم من از خوابم بیدار، گر نمی خستم از خوابم بیدار، نمی کردم من درسم را تکرار. بیبی جانم می آیند، جلو جانم می آیند، از راه دور می آیند، بزرگ می آیند. بیبیم آیند ما خورسند، کیسه هاشون پوری قند. در کتابخانه شهری حضور داشتم، کتاب را مطالعه می نمودم. ناگاه 2 نفر دخترک به کتابخانه آمدند. سلام. سلام دخترها، بیاین. کتاب‌ها را خوانده؟ بله. این دخترها احتیاطکارند، به کتاب همیشه کاغذ میپیچانند، ورقها را قطع نمیکنند، بلکه در بین صحیفه ها خط به رگ میگذارند. شخصی کتاب دوست به قدری کتاب میرسد. دخترها در صنف چندم میخونه؟ در صنف 4. این کتاب را در چند روز خوانده؟ من در یک شب خوانده تمام کردم. باز 2 تا دیگر کتاب هم خواندم. دلبر باشد در 4 روز کتابچه ها را خواند. نام کتاب‌های خوانده‌تان را گویید. چی بود؟ نام کتاب‌های خوانده‌ام چی بود؟ من از کجا دانم؟ ابوالقاسم فردوسی گفته است هر آن کس که دانش فراموش کند، زبان رازی گفتار خاموش کند. در فرجام به اشتراکچیان از طرف کتابخانه مرکزی افتخارنامه ها تقدیم گردید. امیدوار هستیم که در پرتو سیاسی خردمندانه پیشوای ملت از حضور طول وحدت ملی پرزیدنت مملکتمان امام علی رحمان ما در فضای صلح و دوستی همیشه زندگی میکنیم و نورسان کودکان ما در آسمان صاف و بی‌غبار در این دیاری پر از آرامی و ثبات زندگی نموده و آینده نامبرداران ملت و پیروان اصیل پیشوای ملت میگردند. من از همه شما خواهش دارم که آزمون‌هایی که در پیش ایستاده من آزمون فراز دانای کتاب است
آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت اشتراک کرده سویه دانش خود را باز هم بلند بردارید تا من کتابداران من هم در خدمت شما آینده امیدوارم که باز آمده در چنین چهاربینی ها اشتراک کرده سویه دانش خود را باز هم بلندتر بردارید.